مادر خوبه؟ بله مادر من بازم که لاوستره. تو هم فقط بلدی برنج درست کنی. حرف زیادی نزن، غذا تو بخور. بابا این پول موتور منو نتونستی جور کنی، یه هفته از تعمیرگاست. به خدا پیاده‌ام بابا. چشم سرم جورش میکنم. چیزی گوشی منم خرابه، خسته شدم این گوشی ساده. پول بده درست. به جایی که پول بدی برای نقاشی دستت، برو یه موبایل بخر. چشم بابا یه فرصت بده اونم جورش میکنم. بابا شهریه دانشگاه من چی شد؟ 6 ماه دیگه همه فهمیدن من شهریه ندارم. درستش میکنم دخترم. چیو درستش میکنم بابا؟ درستش میکنم پول میشه. ده اگه نداری بگو ندارم دیگه. دلگرمیت واسه چیه؟ این چه پدر من طرز صحبت کردن با پدرته؟ چیز بدی نگفتم، اصلا نمیخورم. بشین غذاتو بخور. شما کجا داری میری؟ خدایا هیچیو شرمنده بچه ها باشم. مادر بفرمایید. دستت درد نکنه مامان جون، دستت بابا این درد ما هم جان اضافه بزن. کاری داشتم، حقوقمو زودتر دادن، موتور از تعمیرگاه آوردم، سوئیچشو گذاشتم روی میز، هر موقع نیاز داشتی ببرش. آقا زحمت کشیده تازه گوشی قسطی هم واسه ما گرفته. وای بابا جون، منم رفتم ادمین یه شرکت شدم، نصف شهریه دانشگاهمو دادم، حالا ازشون فرصت گرفتم جور میشه خدا رو شکر. بچه ها پولاشونو گذاشتن رو هم، دیدن دست تو خالیه. این ساعت قشنگو برات خرید. دستشون درد نکنه. شرمندم کردیم بچه‌ها. وظیفه من بود برای شما کادو این بگیرم. چه حرفیه پدر من؟ بالاخره ما خانواده ایم دیگه، باید همو درک کنیم. همین که سایت بالا سرمونه دنیاست. تاثیرگذار بود. میکروفون بده.